ماکی واتانابه با کمال احتیاط پسمانده روغنی را که برای پختن غذا استفاده برد به ظرف پلاستیکی میگیرد. این ساکن توکیو که غذای بریان را دوست می‌دارد، سالانه نزدیک 40 کیلوگرم روغن استفاده شده را به نهادهای مربوطه تقدیم می‌کند. این اقدام که زیر شعار هم بریان کن و هم پرواز عملی می‌شود، بخشی از برنامه زیست محیطی در ژاپن یا خود ژاپن است که هدف از آن کاهش گازهای گلخانه‌ای میباشد. به فرق از سوخت عنعنوی، موادی که از روغن رستنی آماده می شود، مقدار فوق‌العاده کمی گاز گلخانه‌ای تولید می کرده است. واتانابه امیدوار است که مردم بیشتری به این برنامه همراه می شوند. خبرنگار رویترز خاطرنشان می کند که تشبوس استفاده روغن استفاده شده برای پرواز هواپیماها زمان تطبیق می شود که ایران راه‌های جهانی صادرات مواد سوخت را بسته، سببگار بالاروی جدی نرخ نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. ژاپن که ذخیره کافی سوخت داخلی ندارد، کوشش می‌کند ساکنان را به جمع‌آوری روغن استفاده شده و تقدیم آن به نهادهای مربوطه دولتی شوقمند کند. اگر تشبوس هم بریان کن و هم پرواز عملی گردد، در سال 2030 در این کشور 10% یا خود نزدیک 1 میلیارد و 600 میلیون لیتر سوخت هواپیماها از روغن استفاده شده استحصال خواهد شد. به ساکنان مشورت داده شده است که روغن استفاده شده را در ظرف‌های خاص گیرند و به جایهای معین سپارند. به قول مردم آگاه، حالا پیشرفت خیلی سست بوده، سالانه همگی 0.3% سوخت هواپیماها از روغن استفاده شده تولید می‌گردد. یوکی نیشیمورا متخصص یکی از شرکت‌های شریک در اجرای برنامه میگوید بحران و نزاع‌های سراسری که باعث تأمین نامنظم سوخت عنعنوی و بالا رفتن نرخ آن گردیده است، اهمیت تولید مواد سوخت از روغن استفاده شده رستنی را بیشتر می‌کند. با نظرداشت وضع فعلی خاورمیانه، ارزش مواد سوخت آلترناتیوی عملاً بالا می‌رود. به فکرم همین وضع باعث افزایش نرخ مواد سوخت بیولوژی و از جمله مواد سوخت از روغن استفاده شده می گردد. ما تصمیم داریم کوشش ها در این سمت را دوام دهیم. این تشبوس ها می توانند نه تنها اقدام زیست محیطی بلکه همچون منبع آلترناتیوی تولید مواد سوخت خدمت کنند. حکومت تلاش دارد جمع روغن استفاده شده 7 میلیون و 800 هزار اویله ژاپنی را تقویت بخشد. برای اجرای این برنامه 13,000 مکان خاص با ظرف‌های ویژه تأمین شده است. به قول دستاندرکاران برنامه، اگر تا سال 2030 هر قطره روغن استفاده شده برای تولید سوخت هواپیماها به کار گرفته شود، همگی 25% تشبوس هم بریان کن و هم پرواز اجرا شده کشور همانا به واردات نفت و گاز پایبند خواهد ماند.